سلام علیکم بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید که ویدیوهای خنده‌آور را تماشا کنید پس به کانال بابای خالو ابونه شوید. این مرد بی‌فرگی نداشته باشه تا آبت در درونی اگرات این قدر کور و بار میکنه این قدر این افتون گرمی ده این نمیسوخته باشه خیلی این شدنی قدیمه ده این کور و مرد دای رفته سوخته دل جگرش سوخته شدنی قدیمه ده اساساً گل من یا اساساً گل من پامیدارانه که تازه خوش رو شده آب تازه ده باشه پامیدارانه همه قاقشی دارم تیزه یا خیلی چینده شکر اوکاده خوردن در کاره پامیداران نصیب باشه چینده خورده شکر اوکاده بیاد نصیب باشه اگرات بیاد اگراتی خوش رو آمده سر ای مرده زنک فایده داره چی بالا آلا بای لبای ای بخی بیای جا ای دورای جوانی 4 تا چخ کنیم بیای جا بیا خی بیا ها فایده کردی حاضی میام زنک اینا حاضی میام زنک مایش حاضی میام ای مرده بیا چا میکنی همون درنی اگر تو هم دارم میگردی بیا یه 4 تا دورای جوانی چخ جوانی هم میگه ای دل قرآن که گروه همه سال 1900 یاشتی ما نخیر ها مایش یه زنک به هر روزای زار گذفتگی بده یه چخی دورای زار سال 1900 یاشتی من آمده میگه بی عاشقه خوبان کدگیم که حتی لیلی و مجنون عقلش نمیگیرید داری کاری عشق خوبان یه همون تای پیستاده کد دوره عاشق ما نمیگم تای درختی پیستاده چینی میرفتیم که یا همون دوره زور بده چخ کده تای درخت پیستاده میشیدیم که یا همون دوره 1900 یاشی سال 1900 یاشی ما چخیر عاشقی میکردیم تای درختی پیستاده هر دو مشتا چخ میکردیم که یک مسافری کلان تو ای با نمیدانی دروغ میگی چه دروغ گفتم آخی وای تو نبودی وای دیگه کس بود